الو. سلام علیکم رستم جون. و علیکم السلام. کجا یه بچه؟ بیرونو دایم. یه برادر پدرتون بگ ریخته اخی. دامو خدی کجا شتگی بخلاش کرده دستش همه جزیر کرده. پدر؟ ای بچه بیو پدرتون برین. خب رحمت مینتدار. پدر، ای پدر، تو چیکار کردی؟ من ترا چند بار گفتم ای خونه نبرو بیرون. شرمنده مو کده ایرا به خلق نگاه داره. چند بار گفتم شرمنده کردی. بخی اجا رفتیم. بخی رفتیم خونه. بچه کجا رفتی؟ خدوی ره نره بچه جون که من ترسوندی فهمیدی؟ این بچه خشوی بیاد خدوی ره ماشینه آدم های گنده با کدمه نزند. بچه میگه خدوی ره ماشینه که ماشین نزند فهمیدی؟ تشویش کردی رفتیم بچه جون بدرو خونه بدرو. پدر آخران بار خانه وردست نمید. دو فی دیگه هم خیکدی دیگه نمیارم. بخا ای دودر پر بیا من بری همی پدر تا نگاه کنی اخی. بگیرا برو آمده رفته اخی. کای برو آمدن دا سپیت کردی؟ بگیرا دودوی نکن؟ چه دودوی نمیکنه پدر تا نگاه کنی من بری. پدری ختم هستی پدری منی پدری هردمونه دودوی نکن کودک نیستی. من میلیون بار میگم تا ای مصطفی شرمنده مون کردی قرار بده امی خونه شرمنده مون کردی همسایه ها چی بگه بکش لباساتا بکش تیز کن. او بچه من چچو شغلولو کنیمه اکجو که چچو تا او چچوی خشروش من بریمه بیو بچه جونی ما چچو شلولو میکنیمه بخیلم بچه خشرومایه خونه را بو گرفته با فکرم کودک نیستی. ای پدا همه سه فرزند دای دسته تره کو جان با خون دل شدگیان بعد ای سریو چون با زن نگرفتی؟ همه سه تکلیم کو برومدن دف شدن رفتن که مصفید پدرتون غم میتن. بچم زن گذشتگی ده خیلی وقت شید. بچه‌هات هم کلان شیده سای تا برای بچه‌هات باید زن بگیری. مادر من زن نمیگیرم. گوش کنین دودارو مسئولیت میکنیم. پدر ای سپاس یک ماه خونه تدا یک ماه خونه ایدا یک ماه دیگه من نگاه میکنم. بیا خوبش میره خونه پیران سالو برای مکه. بابا چطور باقی چی توی تاری گپ نزنی پدر اوخی. گوش که همی که جانکلیش مونده یک پدر لوبای خی نگاه میکنیم لیکن ایت سر میکنیم فهمیدی؟ یک ماه ته نگاه میکنی بعد این نگاه میکنه کلانی خطی یکم خودت بگی پریچو میگم ما یکم ته سر میکنی گفتستم بعد ای سر میکنه آخران ما میگیرم فهمیدی پدره؟ خیلی کلانی خطی یکم بگی اما دخونت بسه اگه اون چی نمیکنم.